بازارچه ساحلی بندر ترکمن پر از روسری‌های ترکمنی هست که از در و دیوار مغازه‌ها و کپرها آویزان هست. قیمت اجناس نسبت به داخل شهر ارزان‌تره. بیرون بازار هم ساحل دریای خزر هست که برای استراحت میتونید به اونجا برید. داخل بعضی کپرها هم غذای محلی میفروشن و همینطور لباس محلی اجاره میدن تا عکس بگیرید. رفتن به این بازارچه کوچک و جمع و جور خالی از لطف نیست. بازارچه ساحلی بندر ترکمن یک بازارچه نسبتاً بزرگی است که نزدیک ساحل دریای خزر و البته با فاصله از شهر بندر ترکمن قرار گرفته است. در این بازارچه میتوان لباسهای ترکمنی به خصوص روسری‌های رنگی ترکمنی با دنیایی از رنگ‌های زیبا را پیدا کرد. همچنین برخی از شیرینی‌های محلی ترکمنی نیز در اینجا تولید و فروخته می‌شود. بیشترین مغازه‌های بازار مربوط به لباس، به ویژه لباس زنانه است. همچنین می توانید در داخل چادرهای ترکمنی که کنار بازارچه هستند با پوشیدن لباسهای ترکمن عکس‌های یادگاری زیبا بگیرید. این بازارچه در کنار ساحل یکی از جاذبه‌های این شهر است. علاوه بر اینکه آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم ترکمن‌ها خود یکی از بهترین جاذبه‌های این شهر است، ولی شما در این بازارچه می توانید خریدهای خوبی هم انجام دهید. بیشترین چیزی که می توانم به شما پیشنهاد بدم از این بازارچه بخرید خوراکی‌های خارجی مثل شکلات و بیسکویت‌های خارجی است. همچنین در داخل بازارچه خوراکی‌های مخصوص ترکمن‌ها نیز فروخته می شود که حتما آنها را امتحان کنید. از طرفی اسکله بندر ترکمن به مقصد آشوراده که جزیره‌ای کوچک در دریای خزر است در نزدیکی این بازارچه قرار دارد و در واقع یک تیر و چند نشان. پس اگر از این مسیر رد شدید حتما به این بازارچه سر بزنید.